اومدیم جاده 3000 شهسوار رانندگی داریم و گردش توی جاده. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. هوام داره بارونی میشه و سرده. جاتون خالی. منو بخوری توف بخوری چی اینجا خوردی گذاشتی اولاق جاتون خالی. حلای کوهستان بالکن سور وسط خندم شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مدبوری زور زوری بوی رهنا رهنا گل عشق بری رهنا همش میاد من دری رهنا. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که صبح خنک تابستونیتون به خیر و شادی باشه. مرتضی هستم. اومدیم بپریم سرعت گیر. اومدیم ولاگ از گردش تو 3000 شهسوار بگیریم. الان تو جاده 3000 این دیگه مشخص نکنم. امروز 21 شهریور ماه، ساعتم 8:42 است. منم مرتضام. میریم یه 3000 زیبا رو ببینیم. یکی دو سه ماه پیش براتون ولاگ جاده 2000 رو گرفتم تا انتهاش براتون رانندگی و این چی کردیم. قول داده بودم بیایم 3000. امروز خدا رو شکر فرصت شد با هم بریم 3000 ببینیم. اینم پاسگاه 2000 3000 رزاقی بود. آره قبل این ولاگ داشتیم ولاگ میدان هفته تیر تا دوراهی که به قلعه گردن و جاده که از کشکو میاد میرسه میگرفتیم برای دوستان دیگه. ولاگ بعدی رو از اینجا شروع کردیم. اگه دوست داشتین اون ولاگ هم نگاه کنید. با همین پلیلیست شهر شهسوار هست، میتونید نگاه کنید. این سرپاینی رو میبینی. الان سرپاینی میریم جاده لتاک بهش میگن. این بالا همیشه معمول وایساده، یعنی شما از اون واسه سبقت منه یقه شما رو میگیره. خودم هم یه 400 تومن موفقه داره. 200 تومن بود 2 برابر شده به خاطر سبقت غیر مجاز. یارو راه نمیره به خدا. 40 تا میرم هرچی چراغ بزن. داره 60 با سرعت میریم. اگه حس میکنید سرعت زیاده حستون اشتباه. ولاگ براتون برای بقیه توضیح دادم. براتون توضیح دادم این علامت حیوانات اهلیه. یه سری حیوانات هم پشت فرمونن، احتیاط کنید مخصوصا روزهای تعطیل و جمعه. سری ها مست میکنن، یه سری ها نمیدونم عجله دارن، دستشویی دارن. خلاصه اینکه یواش برین. 70 تا 80 تا هم باز زیاده بکنم. 70 تا این جاده یه خورده نرماله. اگر میخواین آروم تر برین گوشه مثلا گوشه تر برین، یارو بتون از
عقب‌تر سبقت بگیریم، وسط خط نچسبیم. دوستان تو ولاگ قبلی 2000 ولاگ 2000 گذاشتم براتون، سوال کردن 2000 قشنگتره یا 3000. واسه 2000 هم قشنگه هم 3000، بستگی به حال خودت داره، مود خودت داره. هر دوشون قشنگن، نمیشه گفت این قشنگتره. به نظر من هر دوشون چیزای خاصی دارن. دریاسر 2000 امکانات 2000، فکر بودن 3000، بستگی به خودت داره دیگه. الان تقریبا با جاده رو من این جاده مستقیم میره 2000، سمت چپ میره 3000. 2000 که گفتم براتون گرفتم، شهدای کوهستان اسم باید. اینم گلیچپله، شهدای گلیچپل. چون تقریبا همه فامیلیشون گلیچ. خدا بیا جوون. اون لیره سر میره، این برم میره 3000 و علموت. داشتم میگفتم 3000 انتها نداره، میخوره به علموت قزوین. جادهش هم بد نیست، یه ولاگ باید براتون بگیرم، همینجا قولشو بدم. توسکاکوتی اسم باید. دو هزار انتهاش موزه، اسم موزه رو یادم فرهنگی گردشگری چی اسمش؟ این بسته است جاده است دیگه، به جای وصل نیست. یعنی این میخوره به قزوین. کلی هم روستا داره، روستاش بعضشون فاصلهشون زیاده. من تا درجان رو رفتم، آب گرم درجان رو رفتم، آب مدنی رفتم، ببخشید آب مدنی درجان رو رفتم. واقعا اونجا قشنگ و بکره، چون دوره، هرچی دورتر بکتر. ما این ولاگو میگیریم رانندگی تا جاده 3002. موقع برگشت جایی توقف میخوایم براتون فیلم میگیرم جدا. این تپه معروف به تپه پاییه که دیگه ماشین سنگی میخواد امتحان میگیره میان روی این تپه. الان مثل که خیلی وقت نمیاریم جادهش. یاروش این گاور رو دیدین؟ این یکی گاور رو دیدین؟ سر پیچ هر دو گاو. این کجا و آن کجا؟ نیا کن سر پیچ اون باشه. شاخی داره در واقع باید بگی عجب گاوی داره شاخه. این شاخش بزرگ. هفته آخر چند 21 دیگه تقریبا روزهای آخر تعطیلات دید دارم ماشینه. آخر تعطیلات همین خیلی مسافر اومده. همشون هم حادثه، یکی مشروب خورده بود دیشب بردن رو بالکن سر خورد،
شکست، از تراس افتاد، پرت شد رو درخت. نمیدونم یکی اون زیر چیکار میکرد، افتاد رو یکی دیگه شونی اونو شکون. مثلا ما هر جور چیز میکنن قفله حتما تعلیق این دیگه. قشنگی جاده 3000 اولا قشنگ بود ولی خودش قشنگیش از اینجا شروع میشه. عاشق یه تیکم و ادامه جاده. به خاطر نگاه کنید الان دوربین نشون نمیده، این خورده اینجوری ماشین این چپ و راست میشه خاطر فرو نشست زمینه. من این جاده رو حداقل 20 بار رانندگی کردم حداقل، ولی باز هر بار میام سعی میکنم احتیاط کنم چون هر دفعه یه چیز جدیدی اینجا سر در میاره. میبینید همین نگاه کنید دوربین نشون نمیده، اینجا کم زدم. اینجا باید آهنگ ابی مهم بذاری گوش بدی، کپی رایت ولی پارت کنه. اینجا آهنگ سپید جانم قاچاقچی الوار بزنه اون کپی رایت میخوره. درد آدم به کی بگم. تش دست میزدن نقار عروسی ها، اون راجع به عروسی ها ما اصلا توضیح بدم. عروسی ها میزدن اونو میذاری کپی رایت میخوره. من اون دیگه چرا کپی رایت حتی این شوخی میکنم ولی خواستم اغراق کنم ولی خیلی کپی رایت اذیت میکنه. این هم تقریبا اسبای وحشی باید باشن، اسب و کسی اینجا ول نمیکنه. اسب وحشی اهلیش اومد. این دیدین گاوه این بوق بزنی یهو میاد طرفت اصلا. زیاد قابل کنترل هم نیستن، یهو مثلا میترسی یارو معلوم کدوم بری میره. بری جنگل سر بدار این یه نیمچه تونل جنگلی نیمچه مثل گیسوم نیست. سهزار لوبیای جالبی داره، لوبیاش خیلی درشتن، لوبیای سهرامیز. یه تیکم خیلی قشنگی واقعا. دیگه از اینجا برای نشستن جاده 3000 شروع میشه. اینایی که اینجا وایسادن تقریبا دیشب طول وایسادن دیگه 8:54 دقیقه کی میاد. اینجا رو براتون جدا جدا موقع برگشت فیلم میگیرم. فعلا بریم بتازیم. اینو شهرسبزی هم میگه آبنما، آبنمای اول، آبنمای دوم. آدرس میخوام بدن میگن آبنما، آبنما. من خودم 60 سال بزرگ شدم، 18 سال قبل که دانشگاه برم کلا 60 سال بودم دیگه. حالا شاید من ندیدم راستش حقیقتش. چقدر زیباست. این بچه رو اینجوری نذاریم، ما مورد داریم بچه وسط خط هم باشه، بچه سر پیچ پرت میشه. نکنه این کارو، رو داشت آروم میره پاس خدایی نکرده مشکل پیش میاد. داشتم میگفتم من ندیدم موردی باشه، حالا شاید باز تک تو پیش اومده، من خودم میگم شخصا ندیدم با مسافر. اینا اسباب وحشی هست، اینو دیگه مطمئنم. یه بار با دوستان داشتیم میرفتیم، ما سرعت داشت، شونه
چونه یه دونه اسب، شطاره میگن چکن، چونه اسب خورد به ستون وسط پراید، ستون وسط رفت داخل، دندون اسب شکست، افتاد داخل روی صندلی عقب، ولی ستون هم رفت داخل. این خدای نکرده به این اسبا بزنی ماشین داغون میشه. اینم اصل 3000 البته خیلی تو چیزا، تقریبا تا درجان باید 1 ساعت 2 ساعت راه باشه با ماشین. اینم تونل گیسوم، بچه گیسوم. بعد این ولاگ برین 2000 رو ببینین، خودتون قضاوت کنین 2000 قشنگ‌تر یا 3000. نه با مسافر دعوا بگیرن، درگیری باشه. معمولا که نه، با غریبه ها خوب میسازن. شهسوار کلا قومای مسافر چیزش مثلا غیر بومی هم، مثلا خودمون که گیلان اومدیم خیلی زیادن به نسبت خود اصیلای شهسوار. مثلا با غریبه ها اینا خوش برخوردن، خیلی مسافر غریبه میاد. یه چیزی مثل لنگرود و گیلانه به نظر من، به جز رشت هم تقریبا جوری هست، ولی لنگرود خیلی جالبه، خیلی شبیه شهسواره. بالاتر مه داره، به مه میرسیم. خدایش این لایکی کامنتی بذارین، زحمت میکشیم، اونجا داریم زحمت میکشیم به قول برادر پیشرو. رودخونه سیل میاد وحشی میشه، خیلی رودخونهش خطرناکه. همین الان میشم، الان که پراب نیست، بارون میاد واقعا سیل میاد. از اینجا مثل که به قول ما شی، به مه چیز میگیم شی، که از اینجا شی شروع شد. اینم آبنما. پرورش قزل‌آلا هم داره، جلوتر میریم میبینیم. 2000 هم داره. وسایل یه خورده تو شهسوار گیرون‌تره به نسبت گیلان. نه گیلان مجانیه، نه این 20% 30% گرون‌تره، به خاطر همین توریستی تره یا درآمد مردم بیشتره. مردم دلشون میاد بیشتر خرجم میکنن و هم درآمد اونجوری دارن، هم تقریبا لاکچری کار هم زندگی میکنن. شیراز هم اینجوریه که یورو پنجشنبه غروب، ما شیراز خدمت بودم، پنجشنبه غروب تعطیل میکرد، میرفتن اطراف شیراز تا جمعه برمیگشتن. دقیقا مثل شیراز اینجا توی ییلاق میان، خوش میگذرونن. پرورش ماهی همینجا بود باشه قاعدتاً. مجیدیان به برگشت شد براتون فیلم گرفتم.
2013 فیلم هم زیاد ساختن. جاده کوهستانی میخواد نشون بده، یعنی اینجا زمین تشنه است واقعا. 2 ماه اول تابستون بارون نیومد. بعضی وقتا باید ساکت بود، طبیعت حرف بزنه. یادتون خواهید اینجا پرشمایی تو یه جایی دیگه حس کنم لوکیشن تکراری میشه. شاید هم رفتیم کومه.
های طبیعت. آش رشتم دارم. آش خانم داشت نون میزن. برگشت ببینم هم نون بگیرم براتون فیلم بگیرم. عطر نونش میادم. برم پرورش مایه. قزلال الان بین 280 تا 340 خوش قیمتی میده. نفهمیدم چجوریه. 240 240 تا 340 شما این بازار رو در نظر بگیرین. هر کی واسه خوش قیمت میگه. نیست، خنکه. شیشه ها الان مثلا 10-20% پایینه، خنکی میاد داخل. این جاده چه تنگ شد. راجع به عروسی می‌خواستم توضیح بدم. عروسی چند روز پیش من کلیپ دیدم، عروسی محلی ها. بچه اینجا باشی دیدی مثلا 20 دقیقه غذا میخورم. همین سیمشار کجا هست؟ آروم میرم. صد خط میره، آروم میره. درتام نمیره. نرسید. عروسی محلی ها دیده باشید سرپا غذا میخورن. این همه براشون سواله چرا عروسی های محلی مثلا تو شمال 20 دقیقه غذا میخورن نمیشینن. تو تالار نه، این تو خونه مثلا تو روستا اینا برگزار میشه. خودمون تعجب کردیم، مثلا دقیقاً تعجب نکرده بودیم که چرا ایستاده. بخاطر اینکه روستا بوده، مثلا راه دور موقع صندلی اینا نبوده، مثلا صندلی پلاستیکی از یه تایمی به بعد مد شد. بعد مثلا یه روستا عروسی میگرفت، روستاهای بغل هم میومدن، چون روستا هم دیگه رو میشناسن. تقریبا 5-6 تا روستای اطراف خیلی خوب هم میشناسن، همه دعوتن. از اونجا تعداد خانوارا زیاد بود، مثلا عروسی یه نفر دعوت میکردن، یه نفر یه خانواده دعوت میکردن، مثلا 2 نفر نمیومدن، معمولا 5-6 نفر میومدن. جمعیت زیاد بود، فضای روستا خب کمه دیگه، مجبورن مثلا مثال میگم یه تخت 20 متری 30 متری مثلا میزنن، خانیان بود 20-30 متری میزنن، سریع عوض کنن، سری بعد غذا بخوره، مثلا با 5-6 سری 7 سری بعد با 10 سری 5 تا دو تخته اینا دو سری سری غذا بخورن که مثلا ادامه جشن باشه یا غذا سرد نشه.
واسه همین سرپا بود. من یارو مثالم نگاه یه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه فرصت داره غذاشو بخوره، سریع جمع کنن، سریع بعدو بچینن. واسه همین ایستاده بود. یا صندلی بشینه اونجا. اول میگم صندلی رو دور نبود، مد نبود، نه راه دور رو همونجا بشینه دیگه بلند نمیشه که دیگه تالار نیست، پس فضا اونقدر نیست. دوستان معمولا شیب داره، مثلا صندلی بچینن حالا یا چی کنن فضای بیشتری میگیره تو بشینی تا ایستاده باشی. واسه همین ایستاده غذا میخورن. ولی خدایش هیچ غذایی خوشمزه تر از اون غذا نیست. غذایی که تو عروسی مخصوصا قدیم، حالا آخرین عروسی که اینجوری رفتن یادم نمیاد، زیاد دورم نیست ولی خب یادم نمیاد، چون با شادیه یا یارو مثلا پرگوشته، هوا خوبه، میچسبه، اصلا همش گوشت میشه. تقریبا جنگل 3000 بازم دار بهتره من حرفی نزنم. اینجا بچه ها میان شنا. این چه منظره زیباییه، براتون ویدیو میگیرم. اینجا دیگه داره سرد میشه، خدایی سرده، سرد. کولر بذاری 24 اینجوری. سرد شد خداییش. 21 شهریور ماه. بچه هندونه رو بگو. وراثت ما. خوشگل آبویی بقول نیکان آبویی آبو چه خوابیده اون کنار سرد و چوری خوابیده. من خوابم نمیره سرد. البته یه چیزی هم هست اینجا خیلی کیف میده. خب شما آبشار زیبایی مصنوعی هم بچه نگاه کن دیگه بچه نه آبویی. یه هفته بیا اینجا حوصله سر میره. آنتن داره اینجا. ایرانسل داره، رایتل نداره. اینجا کارگاه جاده سازیه برای این علموت و ایناست. پرید اینو دیگه دیدم. وای خدایی سرد شد. شوشره بودم بالا. بلاگ اسالون به خلخال به پونل ما رو نگاه کنید. اونم تقریبا این هوا بود.
ولی کلا شمال بارندگیه. اونجا وسط 24 مرداد ماه بود، 24 مرداد ماه وسط جهنم بود، جهنم گرمای تابستون. این دیگه خودش سرد است، این خنکه، این ارتفاعات نباید اینقدر دما اختلاف داشته باشه. خنک هست تا منظور اینقدر نباید باشه که الان سرد احساس سرما کنم. الان تو گرم کنم من نیوردم. حد اکثر سرعت مجاز 40 کیلومتر. محفظه کار بهشت. جاتون واقعا خالی. عمق وجود میگم از عمق وجود جاتون خالی. اینجا پاییزش هم خیلی قشنگه. قول میدم براتون پاییزش هم بگیرم. تقریبا ما اینجا دیگه سرتر میکنیم برمیگردیم. براتون جای مختلف جاده رو بگیرم. میگم این 3000 تا تعمیری همش زیباست، واقعا همش زیباست. خب دیگه ولاگ ما محدودیت های تایمی خودشو داره. جاده تا جایی که من یادم هم آسفالت، اینجوری خاکی نیست. الان خاکی نیست، اونجوری مقطع کارگاهیه. عجب جایی پارک کرده. اینجا من سرتم میخورد دیگم بریم بالا. می باید برم. می داره میاد پایین. یک کوچولو تر میریم بالا. خانومو فیلم بگیرم، سرولات ولاگشو اگه نگاه کنین فکر کنم مشخصه. پلیلیست چابکسر باید باشه. بعد 85 95 اینا مال سیستان بلوچستانه، زاهدان و زابل و برا آویزون شده بودن. جادهش قشنگ است ولی خب اینقدر دیگه نیست برای ما، چون جادهش کوچیکه، سرسبز هست ولی چیز خاصی اونجوری نیست. آویزون شدن از اون ماشین دارن فیلم میگیرن. ماشین خیلی آروم میره، از چهار طرف حتی راننده هم آویزون شده. راننده هم شاید نه ولی هم دستش بیرون بود فیلم داره. 4 تا گوشی از اون ماشین بیرونه، دارن جاده رو فیلم میگیرن. این براشون تازگی داره، براشون هیجان انگیزه. ما شما هستیم، من حالا ولاگ میگیرم، فیلم میگیرم، عکس میگیرم، با دقت هم بیشتر بشه. شاید مثلا برای شما معمولی باشه اگه بچه اینجا باشی، اگر خارج باشی الان دلت داره برای اینجا میره، الان دلت برای اینجا تنگ شده. ولی واسه کسی که هر روز میبینه سخته متفاوت و هیجان انگیز باشه. بچه ها وارد تونل شدیم. چه من سرعت نمیرم، معمولا از پایین داره میان، از بالا میان پایین سرعت دارن. مثلا بومی باشه جا بلد دیگه آروم نمیاد.
هم باشه که کلا دیگه نه. بایدشون من عکاسی کردم قشنگ زرد میشه، چیز باحال و معرکه. قرار بود ولاگ پایین چقدر تموم کنیم. امارایی افتاده میری اونجا خوف میکنی. بلاگ رو تقریبا اینجا تمامش میکنیم. بلاگ رانندگی رو دور میزنیم برای تیکای مختلف تو جاده. با ما همراه باشید، امیدوارم لذت ببرید. با ادامه من یه دونه از این رودخونه هم بگیرم اینجا بزنم براتون کنار ببینم پایین چه خبره. این تونل سوم سهزار زیبا. سرده به خدا. اوه چقدر سرده. این هم سلطان. جاتون خالی. عالی هوا عالی. مه مثل که اما فرار میکنن. مه شده جن ما. بسم الله.
با من رفیق شدم. بارون گرفته نم نم. این هم جنگل 3000 زیبا تقدیم به شما عزیزان. سرده. دوستان در جریان هستی که من مار میترسم. مار دیدم دوربین میذارم خودتون ببینید. مارای 3000 هم که همه به قول چی بگزن. آبش زلاله زلال. اینم هوای بارونی. ما خیس شدیم، شما رو نمیدونم. جاده بارونی خنک، رودخونه و جنگل. دیگه از طبیعت آدم چی میخواد جز آرامش. اینه ما میگیم پلم فکر کنم. نه دونم آورده. چادر هم زدم دوستان. داره ماهی میگیره بکنم. اگه باشه غزله دیگه. داره ماهی میگیره. اینجا فقط باید موین گوش کنیم. روستای خانیان. یکم دارشو بردارم. من هم از داخلش میکنم. بله نون گرم تازه. جاتون خالی. اسم روستا چیه؟ مرزنی. چای آتشی. گاو تو تصویر میبینید بوده سبقت داره میگیره. اینم نون تازه تا نبا همه آب باشید. جای شما خالی. این هوا نون گرم میچسه. هم رخشان جاش اصل هم داره. هر جا میریم این سگا نمیشه با ما گیر بدم. آبی توی خوبی چی ندارم بخوری آبی.
که اومدین با خودتون وسیله بود. چرا مادر ما رو بو نکش با بدن. درسته با حیونا مهربانی. این کارت پستاله. حاجی هم نبود برم جلو از اصلاش فیلم بگیرم. هرچی صدا زدم بی اجازه هم کارت پستاله. جنگل ها رو میبینی اینجا سایه است برای نشستن. یک الاغی هم اینجا آشغال ریخته. چند تا الاغ هم اینجا آشغال ریختن. کلا قشنگه. این هم معلوم برو گاو. از اینجا میشه رفت پایین. ما میریم پایین. یه الاغ هم اینجا غذا. که وسط راه بلا ریخته. یا چقدر میتونه آدم بیشور و نفهم باشه آشغال بدوده. این هم این درخت های زیبا. اینجا رو میکنم خی کنده. خی گراز همون خوک مازندرانه میگن خی. میگم فلانی خیه یعنی خیلی میخوره. اصطلاح آشناشین خوش خوردین حواس فلانی مثل خیه. اینجا همه منظره ها با دریا ختم به رودخانه ختم. خدایی شبه قشنگه. جات مختلیم. فک و فامیل بیاین یه جوج بزنیم. سرخسای زیبای هیرکانی هم تقدیم به شما.
اینم تونل جنگلی به یاد گیسومه حالش در اون حد نیست ولی خب قشنگه دیگه. اینجا دوستان گاو مینگذاری کردن حتی بیشتر به اسب میخواد اسبش اسهال میده سوی شما افتاد درد منه بخوری توف بخوری چی اینجا خوردی گذاشتی اولا حالا منظره زیبا کنارم تونل است یا حیات وحش خاص خودشو داره خب یا تعریف از خود نمیشه اینم بونقلمون حیات وحش اینجا هم نمیدونم روش کانال میگن چی میگن روی آب میگن من آشغالم دو سگه همجا خوابیده من لب جول بشین و بازار اون رو این آبنما مثلا فکر کن اینجا کباب اول ده بس جای دوستان خالی امیدوارم که لذت ببرید جای عزیزان خالی